اما مشکلی این است که حتی چقدر خواهرانی هستند که غذای خود را گرفتن نمیتوانند، یعنی یک تنبلی به آنها می آید. دیگر روزه پس از رمضان مثل کوه می شود، در حالی که عزیزان پیامبر پنجشنبه و دوشنبه روزه می گرفتند، 13 14 15 هر ماه روزه می گرفتند. بعد اکثریت وقت روزه‌دار بودن که خیلی کم دیده میشد که پیامبر روزه‌خور باشد. یعنی روزه همون گونه که در رمضان فرض است در غیر رمضان فرض نیست، اما پاداش زیاد دارد. آرامش برای جسم ما هست، صبر را به ما می آموزد و این چنین با گرفتن روزه پی در پی بعد از رمضان شما همون طعم رمضان، لذت رمضان را از خود دور نمی کنید. این عبادت روزه هم یعنی باید با ما باشد. حداقل در یک هفته یک بار نتوانستیم در یک ماه 3 بار حداقل روزه را ترک نکنیم، تا اینکه این عبادت فقط مخصوص یک ماه نباشد.